در اینجا در کتاب المحاسن یک مطلب دیگری هست. در اینجا دوستان عزیز این جلد کتاب هست، این مجمع عالمی اهل البیت این کتاب رو چاپ کرده. در صفحه 176 میگه در اینجا از ابی عبدالله علیه السلام روایت کردن که من الامام المفروض طاعته، از طرف ما هست امامتی که مفروض شده از جانب فرض شده که اطاعت بشه. درست. من جحده، کسی که اینو انکار بکنه، مات یهودیا و نصرانیه او نصرانیا، دیگه چی میمونه؟ هیچ. یعنی میگه امامت از طرف ما هست، هر کسی که این امامت رو انکار بکنه میمیره در حالی که یا یهودی است و یا نصرانی نصرانی است.